همه چیز از یک روز معمولی شروع شد. یا شایدم نه، چون از اون روز به بعد دیگه هیچ چیزی معمولی نبود. تصور کن یک روزی از خواب بیدار بشی و بتونی ذهن همه رو بخونی. نه فقط حرفهاشون، بلکه افکار خام، ترسها، حسادتها، عشقها و آرزوهای پنهان. کاش امروز اخراجش کنم. چرا همیشه موفقه؟ کاش میفهمید چقدر دوستش دارم. در ابتدا همه چیز هیجان انگیز بود. مثل این بود که خدا کنترل ذهن‌ها رو بهت داده باشه. اما خیلی زود صداها زیاد شدن، بلند و آزاردهنده. وقتی حقیقت رو بدونی دیگه نمیتونی تظاهر کنی. نمیتونی لبخند بزنی وقتی میدونی پشتش چی میگذره. وقتی ذهن همه رو میخونی، کم کم دیگه نمیتونی به کسی اعتماد کنی. حتی به خودت. تو دیگه نمیتونی عادی زندگی کنی. تو خراب شدی. اگه میتونستی ذهنم رو بخونی، میفهمیدی که منم یه روزی مثل تو بودم. ذهنخوانی هدیه نیست، یه نفرینه. اگر اینکه یاد بگیری سکوت رو انتخاب کنی. دانستن همیشه قدرت نیست. گاهی ندانستن نجاته. ما میتونیم یاد بگیریم که ذهنها رو بشنویم، ولی انتخاب کنیم که گوش ندیم. چون انسان بودن یعنی انتخاب. حتی وقتی همه چیز رو میدونی.